با انجام ماه شریف رمضان مسلمانان گوشه‌های مختلف دنیا عید فطر را جشن می‌گیرند. در مسکو هزارها نفر و من جمله مهاجران کاری از آسیای مرکزی در مسجد جامع واقع در خیابان صلح نماز گذاشتند. در پایتخت افغانستان باشد نماز عید در مسجد شاه دو شمشیر دایر شد. این مسجد در نزد قبر یک فرمانده عرب ساخته شده است که در عصر 7 کابل را فتح نموده است. در قزاقستان نمایندگان قوم اویغور عید فطر را با رقص عنعنوی در صحن یکی از مسجدهای المعطا تجلیل نمودند. در قزاقستان تخمیناً 300,000 اویغور به سر میبرند. در کشینیو اعضای جنبش مبارزه با مافیا در نزد قرارگاه ریاست جمهوری مولداوا راهپیمایی تشکیل کردند. آنها مخالف تقدیم جایزه به یک عده اعضای پارلمانت و حکومت می باشند. هفته گذشته پرزیدنت نیکولای تیموفتی این افراد را برای نقش فعالشان در تهیه و امضای سند همپیمانی با اتحادیه اروپا با جایزه های دولتی قدردانی نمود. فعالان جنبش مبارزه با مافیا شماری از منصبداران را با سوء استفاده از مقام و اسراف مبلغ‌های دولتی متهم می‌کنند. در پایتخت سربیا شهر بلگراد مراسم یادبود 100مین سالگرد آغاز جنگ یکم جهانی برپا شد. در این مراسم برقیه اعلان جنگ امپراتور استریا و مجارستان که 28 ایول سال 1914 به سربیا تقدیم شده است به نمایش گذاشته شد. همچنان حاضرین امکان داشتند برقیه سربیا به امپریای استریا و مجارستان را ببینند که آن بعد کشتار شاهزاده فرانس فردیناند در سرایوو به وین فرستاده شده است. کشتار یاد شده حادثه تکان دهنده جنگ یکم جهان است.